وقتی زندگی انسان از دیگر جا درست شد روزش به روز تاکسی نمیمونه. وضع سلامتی عبدالستار پیر محمد زاده روزنامه‌نگار زندانی تاجیک در زندان رژیم شدید دوشنبه بد شده است. یک منبع رادیو آزادی گفت که او را به بیمارستان زندان شهر وحدت معروف به کرپیچنی گذراندند. نور محمد پیر محمد زاده برادر روزنامه‌نگار با تصدیق خبر گفت که احوال برادرش به نهایت وزنین است. مقامات رسمی اداره زندان‌های تاجیکستان رسما این را تصدیق یا رد نکردند. عبدالستار پیر محمد زاده در زندان شهر خوجند ادای جزا می‌کرد ولی او را با سبب‌های نامعلوم به محبس نظامش سخت دوشنبه انتقال دادند. حالا به گفته نزدیکانش پس از بد شدن وضع صحتیش او را به بیمارستان زندانی وحدت بردند. به گفته نزدیکانش باید خبرنگار زندانی را جراحی کنند اما دکتران گفتند که حالا وضعیتش خوب نیست و توان برای جراحی ندارد. نزدیکانش از مقامات خواستند که برای طبابت او در بیمارخانه‌های بیرون از زندان اجازه دهند. هنوز اجازت دریافت نکردند و منتظر پاسخ سرداری سرریاست اجرایی جزا هستند. روزنامه‌نگار زندانی هم برای عمل جراحیش در شرایط زندان راضی نشده است. پیر محمد زاده ماه دکبر سال 2022 با اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع به 7 سال زندان محکوم شد. خودش و نزدیکانش عیبنامه را بارها رد کردند. این روزنامه‌نگار بعد بازداشت در نامه از بازداشتگاه نوشت از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قولش بافته و ساخته مقامات ملیسا را به دوش بگیرد. در دادستانی کلی تاجیکستان این را تصدیق نکردند. مقامات تاجیکستان بعد سال 2022 بیش از 10 خبرنگار و بلاگر را بازداشت و در مرافعه‌های پوشیده عمدتاً با اتهام افراط‌گرایی به سالهای طولانی زندان محکوم کردند.